هیچ کس به ما یاد نداده که چطور از یک رابطه جدا بشیم. نه مدرسه، نه خانواده. اما پایان یک رابطه اگه اشتباه انجام بشه میتونه سالها زندگی یک نفر رو نابود کنه. توی این ویدیو قراره 8 قانون طلایی برای جدایی انسانی و شریف رو با هم مرور کنیم. از نظر آلن دوباتن، قوانینی که خیلی از آدم‌ها بلد نیستن. ما در جوامعی زندگی می‌کنیم که در یک حوزه از زندگیمون قوانین بسیار کمی وجود داره. پایان دادن به رابطه‌ها. در روابط مگر اینکه خشونت یا سوء استفاده آشکاری در میون باشه، تقریباً هیچ قانونی وجود نداره. میتونیم 8 سال با کسی زندگی بکنیم و درست وقتی که تمام گزینه‌های دیگه براش بسته شده، خیلی مؤدبانه بگیم عاشق فرد دیگه‌ای شدیم و تا شب از زندگیش بیرون بریم. و طرف مقابل هم کاری جز گریه کردن و از دست دادن عقلش نمیتونه بکنه. آلن دوباتن میگه اما اینکه قانون رسمی وجود نداره به این معنا نیست که مفاهیم درست و غلط هم بی‌معنا شدن. در پایان دادن به روابط قوانینی وجود داره که هر انسان با وجدانی اونها رو درک میکنه. آلن دوباتن 8 قانون مهم رو بیان میکنه. اول اینکه اگه لازمه اونها رو به شدت ناراحت کن، اما بیشتر از اون چیزی که ضروریه وقتشون رو تلف نکن. خیلی بیرحمان است اگه وانمود کنیم نمیدونیم که طرف مقابلمون ممکنه فقط یک بازه محدودی برای ازدواج، بچه دار شدن یا تغییر مسیر شغلی داشته باشه. همون لحظه‌ای که میفهمی رابطه جواب نمیده باید بگی، نه بعد از تعطیلات یا آخر سال یا شاید سال بعد. آینده آدم‌ها رو ازشون نگیر. دومی که یا طرف مقابلت رو واقعا دوست داشته باش یا برو. اگه واقعا به پارتنرت افتخار نمی‌کنی، اجازه بده کسی دیگه‌ای دوستش داشته باشه. اگه حس می‌کنی میتونی گزینه بهتری پیدا بکنی، برو و پیداش کن. بدون که شاید گزینه دوم تو همین الان گزینه اول یه نفر دیگه است. یا با تمام وجود شریک عاطفیت رو دوست داشته باش یا اصلا دوستش نداشته باش و رهاش کن. قانون سوم، به دردهای جدایی خیانت رو هم اضافه نکن. قانون چهارم، اگه تو میخوای رابطه رو تموم کنی، طرف مقابلت رو مجبور نکن که اون رابطه رو به پایان برسونه. نارضایتیت رو با سردی و بیمیلی منتقل نکن تا اونقدر خستش کنی که برای نجات خودش مجبور به جدایی بشه. وقتی خسته شدی رک بگو، مبهم حرف نزن. و بعد هم وقتی طرف مقابلت ازت میپرسه که دوستش داری یا نه، نگو که هنوز دوستش داری. وقتی میخوای رابطه رو تموم بکنی و چیزیه که خودت میخوای، اون رو گردن طرف مقابلت ننداز. قانون پنجم، وقتی دلیل جدایی مبهمه، درد خیلی شدیدتر میشه. طرف مقابل ممکنه فکر کنه که اشتباهی رخ داده و تو بالاخره به خودت میای. بنابراین یک دلیل شفاف و منطقی برای جدایی بده که حتی در تاریکی شب هم براش قابل درک باشه. اگه اونقدر بزرگ شدی که وارد یک رابطه بشی، اونقدر هم باید بزرگ شده باشی که صادقانه دلیل جدا شدنت رو توضیح بدی. قانون ششم، بیش از حد تلاش نکن که مهربان به نظر برسی. اجازه بده حداقل برای مدتی از تو متنفر باشه. طرف مقابلت به این حس منفی نیاز داره تا خودش رو نجات بده. خودخواهی نکن و برای حفظ تصویر خوب از خودت اصرار نداشته باش. قانون هفتم، از جلوی راه شریک عاطفیت کنار برو. قطعاً اون دوستان واقعی داره و به یک آدم مبهم که باعث سردرگمیش میشه نیاز نداره. هر ابراز علاقه ادامه دار ممکنه به عنوان نشونه‌ای از بازگشت امید تعبیر بشه. پس اجازه بده اگه لازمه فراموشت کنن. قانون هشتم، وانمود نکن که قانونی وجود نداره. درسته که این قوانین در کتاب قانون نیستن، اما دادگاه وجدان عمومی اونها رو به خوبی میشناسه. انسانیتت رو در یکی از دردناکترین لحظاتی که ممکنه برای کسی رقم بزنی حفظ کن تا بتونی این امید رو داشته باشی که وقتی نوبت به خودت رسید هم دیگری با تو همینطور رفتار کنه. پایان دادن به یک رابطه هیچ وقت آسان نیست، اما اینکه چطور این کار رو انجام میدی میتونه تفاوت بین زخم همیشگی و یک جدایی محترمانه باشه. یادت باشه انسان بودن فقط برای روزهای شادی و خوشی نیست، بلکه توی دردناکترین تصمیم هامون هم باید مراقب انسانیتمون باشیم.
اگه این ویدیو برات مفید بود لایک کن و سابسکرایب کن، چون قراره از این به بعد بیشتر درباره روابط سالم حرف بزنیم.